چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست، تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل آوریم. برای سالار مغنیان مزمور داوود. ای خداوند، مرا آزموده و شناخته ای. تو نشستن و برخاستن مرا میدانی و فکرهای مرا از دور فهمیده ای. راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای و همه طریقهای مرا دانسته ای. زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز این که تو ای خداوند آن را تماماً دانسته ای. تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکی است. زیرا که تو بر دل من مالک هستی، مرا در رحم مادرم نقش بستی. تو را حمد خواهم گفت، زیرا که به طور مهیب و عجیب ساخته شده ام. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می داند. ای خدا، مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است. و خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد. زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. و چنان که باران و برف از آسمان می بارد و به آنجا بر نمی گردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند می سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مردند بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده به آن مرد گفت پسرم، دل قوی دار، گناهانت آمرزیده شد. فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند این مرد سخنان کفرآمیز میگوید. عیسی به افکار آنان پی برده گفت چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان‌تر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد. سپس به آن مفلوج گفت برخیز، بستر خود را بردار و به خانه‌ات برو. آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. عیسی گفت برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت میدانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی گفت من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد
هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ مرتا گفت: آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که میباید به جهان بیاید. عیسی گفت: سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلعازر گفت: خداوندا، الان 4 روز از مرگ او میگذرد و متحول شده است. عیسی به او گفت: آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستادند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد: ای ایلعازر، بیرون بیا! آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. بلکه هر که می‌خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با اعتراض به او گفت: خدا نکند، خیر خداوندا، هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد. عیسی برگشته به پتروس گفت: دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. ولی آنها فریاد کردند: پیلاطس گفت: آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی نداریم. سرانجام پیلاطس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. وقتی عیسی به شراب لب زد گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید. پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم.